در سفری که به جمهوری اسلامی ایران داشتم بحث همه جانبه پیرامون گفتگوهای بین الافغانی و مذاکرات صلح و آینده صلح در کشور ما بحث داشتیم با تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران. خوشبختانه از لحاظ تقارن مواضع، نزدیکی موضعها و موقف، مردم افغانستان هم خواستار تأمین صلح هستند، تأمین صلح پایدار و باعزت و ماندگار و قابل قبول برای همه مردم افغانستان. از طرف دیگر با حفظ دستاوردهایی که مردم افغانستان به خاطر از او قربانی ها را دادن و این موقف جمهوری اسلامی ایران هم می باشه که موجب قدردانی ماست. در این حال همکاری کشورهای منطقه میتونه که کمک کنه به پیشبرد روند صلح و گفتگوها و رسیدن به یک نتیجه. من سفرهای دیگه هم داشتم، یکی دو سفری داشتم قبل داری و در این موقع که از یک طرف گفتگوها در دوحه ادامه داره خواستیم که تبادل نظر جامع با مقامات و رهبری جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران به یک کشور تاثیرگذار در حمایت از پروسه صلح طبعا فعال بوده و فعالم خواهند بود و من بیشترم گفتم خدمت شما که با در نظر داشتی که خواست مردم افغانستان، توقع مردم افغانستان از پروسه صلح و موقف جمهوری اسلامی ایران بسیار با هم نزدیک است، میتونه تاثیر بسیار مثبت در ادامه روند داشته باشند در شور و مشوره و سطح منطقه و سطح جامعه بین المللی. صدای کشور همسایه در حمایت از پروسه صلح برای ما مهم است. خب مذاکرات با وجودی که یک چند هفته میگذره، بازم اگر در محتوای زمان مطالعه کنیم، بعد از اینکه نزدیک 3 دهه با طالب ها در جنگ بودیم و فعلا هم متاسفانه جنگ ادامه داره، اما مذاکره آغاز شده، خودش یک قدم مهم و تاریخی تلقی میشه. در این حال توقع هم امی بوده و هست که با ادامه مذاکره از یک طرف پیشرفت در محتوای اجنده‌های مورد بحث دو طرف صورت بگیره. طالبان موضع خود مطرح میکنن و مطرح کردن، طرف جمهوری اسلامی افغانستان موضع و موقف خود مطرح میکنه و از لحاظ تفاوت نظر و دیدگاه اگر بگوییم قطعا تفاوت دیدگاه وجود داره و ما در صف جنگ قرار داشتیم، در دو طرف خط جبهه قرار داشتیم در برابر هم. امروز در میز مذاکره با هم نشستیم، اوجه محلش است که با وجود تفاوت دیدگاه ها چه راه حلی برای رسیدن به صلح ما میتونیم داشته باشیم. با هم در یک کشور واحد در صلح با هم زندگی کنیم و با دیگران، در حالی که برای رسیدن به دیدگاه ها و تحقق دیدگاه های خود به جای توسل به جنگ مبارزه مسالمت آمیز صورت بگیره. راه طولانی در پیش رو است. تفاوت دیدگاه ها قبلا هم گفتم وجود داره و وجود هم می داشته باشه، اما مهم هم است که آیا ما همی شروع مذاکره را یک فرصت برای رسیدن به حالت و وضعیتی که با وجود تفاوت دیدگاه ها با هم در یک نظام به سر ببریم، هر دو طرف به این باور دارن، طالب ها به این باور دارن ندارن. اینا مسائلی است که در جریان مذاکره بیشتر واضح میشه. خب یک مذاکره بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در جریان بود که اونا به یک موافقه رسیدن در اوایل امسال. او یک بحث جداست. فعلا هم ایالات متحده آمریکا با تعداد از کشورها و شمول کشور میزبان که میزبان مذاکره هستند در دوحه، قطر، ایالات متحده آمریکا، کشور آلمان و کشور نروژ، ازبکستان و اندونزیا، اینا یک مجموعه را تشکیل میتن برای حمایت از پروسه صلح. در این حال سازمان ملل فعال بوده در زمان مدت زمانی. کشورهای دیگه هم کوشش کردن که حمایت کنن از پیشرفت مذاکره. در این حال انتخابات در ایالات متحده آمریکا صورت میگیره 2 هفته دیگر در حوالی که او هم یک قضیه است که هر 4 سال بعد تکرار میشه. در این میان باز
پروسه‌های دیگه هم اگر در جریان می باشه هم مرتبط گفته میتونیم و هم شروع مذاکره با طالبان اگر در نظر بگیریم از حدود 2 سال قبل آغاز شده بود و بالاخره باز بعد از چندین دور مذاکره اونا با هم به نتیجه رسیدن که او کمک کرد به اینکه شروع مذاکره بین خود افغان‌ها صورت بگیره. حالا هم وقتی انتخابات صورت میگیره در ایالات متحده آمریکا هیچ کس هم پیش بینی نمیتونه که امی حزب موجود در انتخابات برنده میشه یا حزب طرف مقابلشان، اما به هر حال من فکر میکنم که از لحاظ پروسه صلح هر دو حزب خواستار ادامه گفتگوها و رسیدن به حل صلح‌آمیز هستند و میباشند. خب یک زمانی که در افغانستان صلح تامین شود، صلحی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشه، در اون صورت یکی از بخش از او توافق شما یادآوری کردین دو جانبه امنیتی نوعیت حضور نیروهای بین المللی را تعریف میکرد. در اون صورت با ضرورت برای حضور نیروهای خارجی در افغانستان باقی نمیمانه، اما هنوز از او وضعیت فاصله داریم. مردم افغانستان، من پیشتر اگر یادآوری کردم که وقتگیر خواهد بود گفتگوها و رسیدن به صلح، معنایش این نیست که مردم افغانستان میخوان وقت ضایع شود در این راستا. معنایش است که با تمام استعجالیت مردم افغانستان به چشم برای نتیجه بخش بودن مذاکرات هستند و به همین ترتیب توقع دارند. در این حال واقعیت‌های قضیه هم برای ما معلوم است که وقت و زمان ایجاب میکنه. ما اصلا وقتی مذاکره شروع شد طریق مطرح کردن مسائل بسیار متفاوت بود بین تیم طالبان و تیم جمهوری اسلامی افغانستان. خب آینده صلح‌آمیز افغانستان در زمان جنگ چی مناسبت‌های با کشورها وجود داشته، در زمان صلح بازم ما به همکاری جامعه بین المللی ضرورت می داشته باشیم برای بازسازی کشور ما، برای تامین ثبات در کشور ما، برای استحکام صلح و ثبات در کشور ما. یکی موافقه است، یکی تطبیق موافقتنامه در صورتی که با موافقه می رسیم. در همه اینها کشورهای منطقه نقش خود می داشته باشند، جامعه بین المللی نقش خود داشتند.